در زمانهای قدیم مردی بود که 2 دختر داشت. روزی از روزها رفقای او به او گفتند که چه می شود؟ یک وعده غذا ما را مهمان خود کن. مرد شب به خانه آمد و به زنش گفت رفقایم از من خواستند که مهمانشان کنم. زن نیز پاسخ داد اشکالی ندارد. فقط برای فردا شب دعوتشان کن که من هم وقت داشته باشم غذایی را مهیا کنم. صبح فردا مرد 2 دختر خود را برداشت و به بازار برد. قدری برنج و گوشت و روغن خرید و به آنها داد تا به خانه ببرند. زن آن مرد هم غذایی را درست کرد، اما قوم و خویش‌های خود را خبر کرد، نشستند و غذا را خوردند. شب هنگام مرد با رفقای خود به خانه آمد. ساعتی گذشت. مرد دید از شام هیچ خبری نیست. رفت و به زنش گفت پس شام چه شد؟ زن گفت راستش را بخواهی وقتی دخترها برنج را به خانه می آوردند دستمال باز شده بود و برنجها روی زمین ریخته بودند. آنها مشغول جمع کردن برنج شده بودند که سگها آمدند و گوشت و روغن آنها را خوردند. مرد که عصبانی شده بود محکم توی سر خودش زد و رفت روی پشت بام تا خودش را از آن بالا به پایین بیاندازد. اما وقتی که روی بام رفت چشمش افتاد به حیاط همسایه. دید یک پیرزن مردنی نشسته لب حوض و دستهای خود را می شوید. او که عصبانی بود سنگی برداشت و به طرف پیرزن پرت کرد. سنگ رفت و رفت و رفت، خورد به سر پیرزن و پیرزن بدبخت را کشت. اهالی منزل همگی ریختند در حیاط و جیغ می زدند که چه کسی ننه را کشته، چه کسی سنگ را بر سر ننه زده. مرد که این چنین دید از ترس به منزل رفت. او مهمانهای خود را به بهانه تسلیت گویی به خانه همسایه برد. آنجا همگی شام خوردند و به دنبال کار خود رفتند. آخر شب که شد مرد به خانه آمد. دست دخترهای خود را گرفت و دم دروازه شهر برد و آنها را در خرابه‌ای رهایشان کرد و خودش برگشت. دخترها شروع کردند به گریه کردند. یک وقت چشمشان خورد به یک روشنایی. رفتند تا اینکه دیدند از لای یک تخت سنگی روشنایی به بیرون میزند. آنها تخت سنگ را برداشتند، غار بزرگی را دیدند. وارد غار که شدند چشمشان خورد به یک خرس بزرگ. آنها به خرس سلام کردند. خرس نیز با سر جواب داد. بعد به آنها اشاره کرد که بنشینند. برای آنها شام آورد، به آنها رسیدگی کرد و در آخر با ایما و اشاره از آنها پرسید آیا زن من میشوید؟ من همه چیز دارم. بعد آنها را برد تک تک اتاقها و خمره‌های پر از سکه و اساسیه و چیزهای دیگر را نشانشان داد. دخترها که چاره‌ای نداشتند قبول کردند. شب آنجا خوابیدند. صبح خرس به دختر کوچک گفت بیا و سر مرا بشور. دختر بزرگ هم به بهانه درست کردن غذا بلند شد و رفت. او در ظرفی آب ریخت و زیر آن را روشن کرد. خرس که سرش را در دامن دختر کوچک گذاشته بود خوابش برد. خواهر بزرگ با دیگی پر از آب جوش به سمت آنها آمد. 2 خواهر آب جوش را ریختند روی سر خرس و او را کشتند. آنها ناهار را خوردند. سپس خواهر بزرگ رفت مقداری پول از توی خمره ها برداشت و به شهر رفت. او یک خانه با غلام و کنیز و اساسیه خرید. شب چند تا حمال اجیر کردند و آمدند در غار، چه بود برداشتند و به خانهشان رفتند. خواهرها همه چیز را بین خودشان تقسیم کرده بودند و قرار گذاشتند هر روز یک کدام از آنها خرج خانه را بدهند. چند ماهی گذشت. روزی خواهرها پدر خود را در بازار دیدند که مثل دیوانه ها با خودش حرف میزند و میرود.
آنها به غلامشان گفتند برو و آن مرد را صدا کن. مرد جلو آمد و سلام کرد. دخترها روبند زده بودند. آنها از مرد چند تا سؤال پرسیدند و بعد به او گفتند آیا اولاد هم داری؟ در این هنگام مرد به گریه افتاد. گفت 2 دختر نازنین داشتم، اما روزگار با من کج رفتاری کرد. من آنها را انداختم بیرون. حالا از غصه آنها دیوانه شدم. دخترها که این چنین دیدند قدری به او پول دادند و گفتند که فردا زن خود را هم با خودش بیاورد. مرد به خانه رفت و ماجرا را تعریف کرد. فردا زن خود را هم با خودش آورد. دخترها از زن پرسیدند مگر بچه‌های شما چه کار کرده بودند که آنها را بیرون کردید؟ زن گفت سالها بود که فامیلم از من ولیمه می‌خواستند. من هم برنج و گوشتی را که شوهرم فرستاده بود تا برای رفقایش غذا درست کردم، اما به اقوام خودم دادم. و این بی انصاف شبانه بچه‌های مرا بیرون کرد. ما فردا صبح آن روز رفتیم و در خرابه را گشتیم. هر جای که شما فکرش را هم کنید گشتیم، اما پیدایشان نکردیم. حالا این مرد از غصه و پشیمانی دیوانه شده و من هم این خانه و آن خانه می گردم بلکه پیدایشان کنم. دختر بزرگ گفت اگر بچه‌هایت را ببینی می شناسی؟ زن گفت کدام کوری است که بچه‌های خود را نشناسد؟ در اینجا بود که دخترها روبندشان را باز کردند. مرد و زن هر دو از خوشحالی غش کردند. دخترها هم آنها را به هوش آوردند و برای آنها لباس نو خریدند و دکانی هم برای پدرشان خریدند تا در آن تجارت کنند. اما از آنها قول گرفتند که تا آخر عمر دیگر در حق فرزندانشان بی‌وفایی نکنند.